سلام به شما که در این کاوش با ما همراه هستید. امروز قراره توی منابعی که برامون آوردی عمیق بشیم. منابعی که خیلی خاص به مفهوم نصرت و پیروزی توی روایات شیعی نگاه میکنن. سلام به شما و همه شنوندگان. بله، منابعی که یک زاویه دید خیلی جالب رو باز میکنن. مأموریت امروزمون اینه که بفهمیم خب چرا به امام زمان لقب منصور رو دادن و اینکه این لقب چطور ما رو به یه داستان انتقام تاریخی میرسونه و بعد خیلی هم غافلگیر کننده به یک شخصیت محوری زن در اسلام. دقیقاً، تفسیری که شاید مسیر فکری خیلی هامون رو تغییر بده. بسیار خوب. بیا این موضوع رو بازش کنیم. اول از همه لقب منصور یعنی چی؟ این یاری شدن دقیقاً به چه شکلیه؟ ببینید، منصور یعنی یاری شده. این یکی از القاب کلیدی امام زمانه. اما نکته مهم اینه که این یاری شدن یه مفهوم ساده و تک‌بعدی نیست. طبق این منابعی که بررسی می‌کنیم، این کمک الهی از طریق سه تا سپاه یا سه نیروی مشخص به امام میرسه. 3 تا سپاه؟ بله. اولی سپاهی از فرشتگان، همون نیروی غیبی که مثلا توی جنگ بدر هم حضور داشتن. دومین سپاه، سپاهی از مؤمنان خالصه، یعنی انسانهایی که امتحان خودشون رو پس دادن و برای این یاری انتخاب شدن. خب فرشتگان و مؤمنان، این دوتا قابل فهمه، منطقیه. اما منبع به یه نیروی سوم اشاره میکنه که خیلی عجیب تره. دقیقاً. نیروی سوم سپاهی از رعب هست. رعب؟ یعنی همون ترس. هم ترسه و هم فراتر از ترس. جالبه که توی این روایات رعب صرفاً یه حس روانی نیست، بلکه انگار یه نیروی مستقله، یه وجود غیبی که میگن 1 ماه زودتر از حرکت سپاه امام پیشا پیش حرکت میکنه و توی دل دشمنا کاشته میشه. یعنی یه جور جنگ روانی فراتبیعی؟ یه چیزی تو همین مایه ها. کارش اینه که اراده و شجاعت رو ازشون میگیره، از درون متلاشیشون میکنه، قبل از اینکه حتی شمشیری کشیده بشه. پس 3 مدل نیروی کمکی داریم: فرشته ها، مؤمن ها و این نیروی رعب. اما خب این یاری بزرگ برای چه هدفیه؟ اینجا منابع مستقیم میرن سراغ یه آیه مشخص. درسته؟ بله. آیه 33 سوره اسراء: و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. یعنی و کسی که مظلوم کشته شده ما برای ولی او قدرتی قرار دادیم. و طبق این روایات مصداق اصلی و کامل این مقتول مظلوم امام حسینه. دقیقاً. و اون ولیه که این قدرت بهش داده شده امام زمانه. برای گرفتن انتقام همین خون قیام میکنه. خب اینجا یه مسئله کلامی خیلی پیچیده پیش میاد. یه مسئله خیلی حساس. آره. اگه انتقام برای قتل امام حسینه، چرا تو روایات میگن فرزندان و نسل قاتلان اون هم مجازات میشن؟ این ظاهراً با آیه صریح قرآن که میگه ولا تزروا وازرة وزر اخرى، که هیچ کس بار گناه دیگری رو به دوش نمیکشه. دقیقاً. این تضاد رو منبع چطور حل میکنه؟ چون با مفاهیم مدرن حقوقی هم سازگار نیست که کسی به خاطر گناه جدش مجازات بشه. پاسخی که توی منبع به نقل از امام رضا اومده خیلی عمیق‌تر از یه انتقام شخصیه. میگه این فرزندان صرفاً به خاطر نسبت خونی مجازات نمیشن. پس برای چی؟ چون به عمل پدرانشون راضی هستن، به اون افتخار میکنن. توی این دیدگاه رضایت قلبی به یه ظلم خود فرد رو توی اون عمل شریک میکنه. آها، پس این دیگه یه دعوای شخصی و تاریخی نیست. اصلاً این تقابل 2 تا جریان فکریه. یه جریان که اون ظلم رو تایید میکنه و یه جریان که دنبال عدالته. وقتی امام ظهور میکنه، همین نسلی که به اون ظلم افتخار میکنن در مقابلش وامیستن. یعنی عملاً جنگ رو دوباره شروع میکنن. پس مجازات به خاطر انتخاب خودشونه. اینجا جاییه که بحث واقعاً جالب میشه. منابع ما میگن که مفهوم نصرت یا همون یاری الهی فراتر از این 3 تا سپاهه. در واقع یه هویت مشخص داره، یه راز بزرگ پشتشه. بله، اینجا وارد قلب ماجرا میشیم. منبع به این آیه اشاره میکنه، آیه 4 و 5 سوره روم: و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. و در آن روز مؤمنان به خاطر نصرت خدا شاد میشوند. سوال اینه که این نصرت الله دقیقاً چیه؟
و اینجا به شگفت‌انگیزترین بخش منابع میرسیم. یه روایت از پیامبر نقل شده که کلید فهم همه چیزه. روایت میگه جبرئیل به پیامبر یه سیب از بهشت هدیه میده. سیب بهشتی، بله. وقتی پیامبر سیب رو میشکافه، یه نوری ازش بیرون میزنه. پیامبر با تعجب میپرسه این نور چیه؟ جبرئیل جواب میده این نور در آسمان منصوره و در زمین فاطمه است. صبر کن. منصوره در آسمان، فاطمه در زمین. این ادعای خیلی بزرگیه. منبع چطور این اسم منصوره رو که توی یه روایت اومده مستقیم وصل میکنه به کلمه نصرت الله توی قرآن؟ استدلالش چیه؟ سوال خیلی خوبیه. این اتصال بر اساس یه اصلی توی الهیات شیعیه. اونم اینه که بعضی شخصیت‌ها صرفاً انسان‌های خوب نیستن، بلکه تجلی کامل و انسانی یک صفت الهی هستن. تجلی یک صفت الهی. دقیقاً. توی ادامه روایت خود جبرئیل این اتصال رو برقرار میکنه. پیامبر میپرسه چرا این دوتا اسم؟ جبرئیل توضیح میده. در زمین اسمش فاطمه است چون او و شیعیانش از آتش جهنم بریده شدن. فاطمت. و در آسمان اسمش منصوره است چون نصرالله یعنی یاری خدا برای دوستداران اوست. یعنی خود جبرئیل میگه نصرالله برای دوستداران منصوره است. بله. و بعدش هم مستقیم به همون آیه سوره روم اشاره میکنه. میگه اون روزی که مؤمنان به نصرالله شاد میشن، در واقع به نصرتی که از طریق منصوره یعنی حضرت زهرا بهشون میرسه شاد میشن. پس این یک بازی کلامی نیست، یه جور همزاتیه توی این دیدگاه. بسیار خوب. پس بیاین رو جمع‌بندی کنیم چون خیلی نکته مهمیه. طبق این نگاه حضرت زهرا فقط یه شخصیت یاری کننده نیست. نه، بلکه خود حقیقته. خود تجلی انسانی صفت نصرت خداست. درسته؟ دقیقاً همونطور که میگن امیرالمؤمنین تجلی صفت ولایت هست و پیامبر تجلی صفت رحمت. پس وقتی میگیم امام زمان منصور یعنی یاری شده است، معنی عمیقش اینه که به سرچشمه اصلی نصرت الهی یعنی حقیقت وجودی حضرت زهرا وصله. این نگاه کل مفهوم رو عوض میکنه. کاملاً. از یک کمک نظامی صرف تبدیلش میکنه به یه اتصال معنوی عمیق و منبع برای اینکه این ایده خیلی انتزاعی رو ملموس‌تر کنه چند تا مثال و شباهت تاریخی هم میاره که نشون بده این الگو تکرار شده. بله، اولین و مهمترین نمونه تابوت سکینه بنی اسرائیله. آها، همون صندوقچه‌ای که توی داستان‌های حضرت موسی هست و میگن برای بنی اسرائیل منبع آرامش و پیروزی توی جنگ‌ها بوده. چه ربطی به هم دارن؟ ربطش خیلی جالبه. اولاً که کارکردشون یکیه. هر دو منبع آرامش یا همون سکینه و پیروزی یا همون نصرت هستن. خب این تشابه ظاهریه. اما منبع به یه ارتباط عمیق‌تر هم اشاره میکنه. البته این بیشتر یه ارتباط مفهومی و نمادینه، نه یه ریشه یابی زبانی دقیق. که چیه؟ کلمه ارمه‌ای شخینا توی عرفان یهودی به حضور مقدس و مؤنث خدا روی زمین اشاره داره. این کلمه هم از نظر صدایی به سکینه عربی نزدیکه، هم مفهوم زنانه داره. جالبه. از طرفی طبق روایات اسلامی توی تابوت سکینه روح الله یا روح خدا بوده. حالا یه روایت دیگه داریم که از امام صادق میپرسند روح توی سوره قدر کیه؟ تنزل الملائکة و روح فیها. ایشون جواب میدن هی فاطمه، یعنی او فاطمه است. پس این منابع حضرت زهرا رو با اون منبع قدرت بنی اسرائیل یکی میدونن. انگار تابوت سکینه یه نماد مادی بوده از حقیقتی که بعداً در وجود حضرت زهرا کامل شده. دقیقاً همین. یه نماد فیزیکی برای یه حقیقت معنوی. این مقایسه قدرتمندیه. مثال دیگه هم هست. بله، مثال دیگه شب قدر یا لیلة القدر هست. توی روایات داریم که خود شب قدر به حضرت زهرا تعبیر شده. چه شباهتی بینشون هست؟ شباهت خیلی زیباییه. همونطور که قدر و منزلت واقعی شب قدر برای ما پنهانه و کسی دقیقاً نمیدونه کدوم شبه، محل قبر حضرت زهرا هم پنهانه. این یه رازآلود بودن مشترکه و همین رازآلود بودن خودش بخشی از قدرته. چیزی که کاملاً در دسترسه قداستش کمرنگ میشه، اما این پنهان بودن آدم رو وادار به جستجو و احترام بیشتر میکنه. و جالبه که این ایده فقط توی مفاهیم انتزاعی و تاریخی نمونده.
یعنی منابق به نمونه‌های عملی‌تر و امروزی‌تر هم اشاره می‌کنن. دقیقاً، تا نشون بده این باور چطور توی زندگی مؤمنان جریان داره. منبع به خاطراتی از جنگ ایران و عراق اشاره میکنه. مثلا روایتی از شهید عبدالحسین برونسی که فرمانده تیپ بوده. توی یکی از عملیات‌های خیلی سخت، نیروها کاملاً گیر میکنن. هیچ راهی پیدا نمیشه. شهید برونسی میگه توی اوج ناامیدی به حضرت زهرا متوسل شدم و انگار در یه عالم مکاشفه خود ایشون راه عبور از موانع رو به هم نشون دادن. و عملیات موفق شد. بله، یا خاطرات زیادی از قاسم سلیمانی نقل شده که توی سخت‌ترین شرایط اسم رمز و توسل نهاییشون یا فاطمه الزهرا بوده. اینا نشون میده برای اونها نصرت فقط یه کلمه نبوده، یه حقیقت حاضر و کارگشا توی میدان جنگ بوده. این الگو یعنی قرار گرفتن یه رهبر مرد کنار یه منبع یاری زنانه انگار توی تاریخ تشیع تکرار میشه. بله، و یه نمونه دیگه‌اش که توی منبع اومده تاریخ ورود تشیع به ایرانه. میگه اصل ولایت و امامت از طریق علی ابن موسی رضا به ایران اومد، اما نصیر یا یاری کننده و تثبیت کننده این ولایت خواهرشون حضرت فاطمه معصومه در قم هست. و قم تبدیل به پایگاهی برای حفظ و گسترش این تفکر شد. دقیقاً. الگوی یک ولی در کنار یک نصیر. این مدام تکرار میشه، چون طبق این دیدگاه ولایت و رهبری بدون نصرت و یاری به نتیجه نمیرسه. خب، بیا یه لحظه مسیری که اومدیم و برای شما مرور کنیم. ما از منصور به عنوان یه رهبر مرد شروع کردیم که 3 سپاه غیبی یاریش میکنن. بعد دیدیم این یاری برای انتقام خون امام حسینه. اما در ادامه طبق این منابع رسیدیم به یه کشف عمیق‌تر. اینکه سرچشمه و حقیقت خود این یاری الهی یا نصرت یه اصل زنانه است و وجود حضرت زهراست که در آسمان منظوره نام داره. دقیقاً. اما یه سوال اینجا باقی میمونه. این نگاه جدید درک ما را از اون 2 سپاه اول یعنی فرشتگان و رعب چطور تغییر میده؟ یعنی اونها از این قاعده جدا هستن؟ این سوال خیلی خوبیه و دقیقاً نقطه اتصال همه این مفاهیمه. طبق این دیدگاه اونها جدا نیستن. این نگاه میتونه درک ما را از اون 3 سپاه هم عمیق‌تر کنه. چطور؟ شاید سپاه فرشتگان و اون نیروی مستقل رعب خودشون کانال‌ها و تجلیایی از همین نصرت اصلی باشن که سرچشمش منظوره در آسمانه. آها، یعنی همه از یک منبع هستن. بله، همه مجاری نصرت الهی از این اقیانوس سرچشمه میگیرن. بنابراین وقتی امام زمان به عنوان منصور قیام میکنه، در واقع تمام قوای عالم که از حقیقت نصرت الهی یعنی حضرت زهرا نشأت گرفتن دارن اون رو یاری میکنن. یه نگاه کاملا یک پارچه به مفهوم پیروزی. پس همه چیز به یک منبع واحد برمیگرده. این کاوش به ما نشون داد که چطور مفاهیم انتزاعی مثل ولایت، نصرت و رحمت توی این دیدگاه به شخصیت‌های انسانی خاصی گره خوردن. بله، این منابع به شکل خیلی قدرتمندی یه صفت انتزاعی و الهی مثل نصرت رو به یه شخصیت انسانی، اون هم یه شخصیت زن پیوند میدن. و این یه فکر نهایی رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. برای یه انسان تجسم کامل یه صفت الهی بودن به چه معناست؟ این که یه فرد نه تنها یاری کننده باشه، بلکه خود یاری باشه. این نگاه چه تأثیری روی رابطه یه مؤمن با اون شخصیت و با خود اون مفهوم الهی میذاره؟ دقیقاً. و چطور میتونه درک ما رو از نقش زن و مرد در تحقق یه هدف بزرگ الهی باز تعریف کنه؟